شدن. دادگاه شهری تاشکند حکم دانشجوی جهانگیر اولوغمرادوف را که ماه می با جرم پهن کردن نشید سرودهای دینی به 3 سال زندان محکوم شده بود به تغییر گذاشت. روز 8 می سال جاری دانشجوی دانشگاه دولتی تاشکند برای نشر ویدیو در سامانه اجتماعی تلگرام به 3 سال زندان محکوم شد. کمیته دین برای نظر است که نشید مذکور با اندیشه‌های متعصبی پیچیده شده است. Mana bu narsalar so'nggi yillarda yana ko'payishni boshladi. ماه گذشته سازمان بین المللی حقوق بشر Human Rights Watch از مقامات ازبکستان دعوت کرده بود که در دادگاه تجدید نظر از روی پرونده جهانگیر اولوغمرادوف مرافعه منصفانه را تأمین کنند. طبق اظهارات Human Rights Watch متن نشید دینی را بررسی کرده به خلاصه آمده است که در آن نشانه‌های خشونتی وجود ندارد. Afsuski keyingi paytlarda o'sha qanaqadir yoshlarni nashidchiligi bilan bog'liq juda katta kampaniya boshlandi. ماه می Human Rights Watch گزارشی را نشر کرد که 7 چنین پرونده از جمله پرونده اولوغمرادوف در شهرهای تاشکند، نمنگان و اندیجان ثبت شده است که در آن ازبک‌ها برای نگاه داشتن یا پهن کردن موادی که مقامات آن را اکستریمیستی عنوان می‌کنند به javobgarlik کشیده شدند. Bunday qarshi kurashlar nafaqat O'zbekistonda, bu boshqa mamlakatlarda ham olib boriladi. یادداشت میکنیم که آخر ماه ینور دادگاه ناحیه آلمازور با چنین اتهام سردار رحمانقلوی 21 ساله را به 5 سال زندان محکوم کرده بود. با گفته سردار او را تقریبا 2 هفته شکنجه کردند تا پهن‌کنی نشریه‌های دارای خصوصیت دینی را در شبکه اجتماعی فیسبوک اعتراف کند. Bu yo'lda bosim bo'lgan yoki yolg'on va'dalar bo'lgan. Chunki men o'g'lim bilan 2-fevral kuni uchrashganimda o'g'lim aniq ravshan qilib men hammasini sud zalida aytaman. Ochiqchasiga aytaman. بعداً این وضع در میان مردم بحث گرمی را به وجود آورد که در نتیجه دادگاه جنایی تاشکند در ماه مارس سال جاری شکایت رحمانقلوف را بررسی کرده مهلت واقعی 5 سال را به 2 سال آزمایش شرطی عوض کرد. سیاستشناس ازبک کمال‌الدین ربیموف در صفحه فیسبوک خود این وضع را چنین شرح می‌دهد: ازبکستان یگانه کشوری در جهان است که آدمان برای گوش کردن نشید دینی بدون آگاهی 2، 3، 4 سال زندانی میشوند. حتی در دولت‌های دیکتاتورای غیر مسلمانی سطح درک سرود دینی تاثیر آن به شعور و کردار تحقیق می شود، اما نه در ازبکستان. Iltimos, hurmatli prezident, hech bo'lmasa onasini hayotini Yaltirmang prezidentga, yalinmang. Kerak emas prezidentga.